گلسوم جان اسکرین تانه قطع کنین. روی استاپ شیرینگ بزنین قطع میشه. سلام به همگی. با استاد محترم ببخشید دوستم گفت تو میتونی به به سنت جوین شی، خاطر امی گفت بریم اسکرین روان که چون من نمیتونم. من خاطر امی اسکرین گرفتم. شما شیر اسکرین گرفتین به خاطر از اینکه ما میبینیم که میال شما در موبایلتان چی کار میکنین. ایره قطع کنین و خواستین ریکارد اسکرین بگیرین. از کدام قسمت قطع کنم؟ روی می صفحه که استاپ شیرینگ نوشته است روی ازو بزنین قطع میشه. سلام. خصوصیتی همینجا نمای خودت با ترشنی همینجا شیرینگ بزنید. عزیزم اون علامت صفحه هستش آخرش که ببینی کنار علامت اجازه گرفتن علامت دیگه است اون بزنی اینترنت دیگه شیر نمیشه. دمی قسمت استاپ شیرینگ بزنین. Stop sharing. شما لطفا یک بار لیست بدین. خانم گلسوم اکبری صدای ما دارین؟
خب سلام به همه، امید که خوب و صحتمند باشین. شب همه‌تان بخیر باشه. ما خب طوری که میفهمین صنف دیجیتال لیتراسی هستم و من مدیر تدریسی در بخش هستم و استاد همکار ما در بخش دیجیتال لیتراسی استاد حیات شریفی هسته که با شما همکار می باشه و لطفاً نظم رعایت کنین و هر وقت که کدام سوال داشتین لیستتان میتونین بالا کنین و در غیر از این صورت باید مایکایتان خاموش باشه و همچنین دوربینتان باید خاموش باشه. سلام به همه شاگردای عزیز، امیدوارم حال همه‌تان خوب باشه و درصدمندی کامل برخوردار باشه. همه‌تان صدام دارین؟ با سلام عرض ادب خدمت شما استاد محترم، خوش آمدین، صفا آوردین، وقت خود در اختیار ما گذاشتین. بله صدایتون درست میاد، تشکر. خب خیلی خوب است که صدام درست میاد و میخوایم درس رو شروع کنیم به همین شکل. اول از همه میخوایم خودم معرفی کنم. اسم حیات است و فامیلیم شریفی است و در دوره 4 ماه یا 5 ماه استاد شما هستم در مهارت‌های دیجیتال و سرفصل موضوع فکرم تو گروه و کانالم گذاشته شد. امیدوارم همه‌تون مطالعه کرده باشین. درسی قرار است ما بخونیم درس کاربردی است، یعنی درسی است که به صورت عملی ما کار مونیم و همینجا کار مونیم هرچی هست به صورت عملی، هم با گوشی هم با کامپیوتر. این جلسه که ما با کامپیوتر وارد شدیم و جلسه بعدی با گوشی هم وارد میشیم و همزمان با هر دو کار، یعنی درس کاربردی است به صورت عملی، هرچی که میخونیم به صورت عملی. و اول خود یک سری مفاهیم است که اون رو باید یاد داشته باشین. اسم دارن، مثال براتون بزنم. مثلا وقتی که آب می نوشیم گلاس یا لیوان اسمش است و برای آب نوشتن است. ابزارهای دیجیتال هم همین شکل است، یک اسم داره، بعضیاشون به فارسی، به انگلیسی و هر زبان یک اسم مشخص داره. اینا رو باید یاد بگیریم و تا بتونیم ازشون استفاده کنیم. کلا درس به صورت عملی است و سرفصل هم که من براتون گذاشتم. امیدوارم حال همه‌تون خوب باشه و همه‌تون در کلاس شرکت کرده باشین. بانو فاطمه فکر کنم حالشون خوب نیست. امیدوارم حالتون خوب باشه چون برعکس میفرستیم. خب الان هم خنده کردن، خوب است. خب میخوایم از اول براتون بگم که صنف ما چطور هست و چی کارا قرار است ما اینجا انجام بدیم. بزرگوار با مزرعه هم صدا بشار قطع واصل میشه، باشه مشکلی مثل از ماست یا که مثل بانو امیری صدای من درست دارین یا نه شما؟ بله استاد، ما صدایتان داریم. بله صدای شما را داریم. خودشان است. درست. اگر صدایم شفاف نیست چون من از هدفون استفاده کنم، باز هدفون جدا کنم اگر شفاف نیست. خب ما امروز میخوایم اولین جلسه چی؟ میشه دوباره تکرار کنم؟ خب بله سلام دارین؟ بله صدا درست است استاد، ادامه بدیم. خب درست، صدا درست است، ما ادامه میدیم. خب این جلسه که است اولین جلسه کلاس مستقیم ما شد در هفته 2 جلسه یا 1 جلسه یا احتمالاً 3 جلسه و این را هم داریم
من بر شما موضوع میدم و شما موضوع رو در روش تحقیق کنید و در کلاس ارائه میدیم. صنف مهارت دیجیتال یه صنف از ما که هستن ما چطور از موبایل یا کامپیوتر، اینترنت به صورت هوشمندانه و مفید استفاده کنیم. خب فقط کاربرد اینا رو میخوایم یاد بگیریم و ابزارهای دیجیتال هرچی ابزار است. به طور نمونه من الان اینجا تخته دارم و اینجا میاییم صفحه یک مکروه است که برنامه رو باز کنیم، خبر، لینک و چطور همه اینا رو میخوانیم و هر چه که هست. خب میخوایم اول شما یک سوال کنم. مثلا وقت شما نام دیجیتال میشنوید به چی فکر کنید؟ کسی حاضر است جواب بده؟ ببخشید استاد جان شرمنده، من فکرم کلاس ارزها نیست. کلاس چی؟ من فکر می‌کردم کلاسمون در مورد ارزهای دیجیتاله، نه در مورد مثلا مهارت ها. منظورتون چی هست از مهارت دیجیتال؟ منظورتون ارزهای دیجیتال نیست؟ نه، سرفصل درس رو باید خوانده باشین. خود دنیای دیجیتال الان ما سوال کردیم به نظرتان چیست؟ وقتی که نام دیجیتال میشنوید به چی فکر کنید؟ یعنی از چی به ذهن شما میاد؟ میشه یک تایتون جواب بدین؟ باش من ببینم که چه قرار جواب بدین. میخوایم ازتون بپرسم. وقتی کلمه دیجیتال ما میشنویم یقینا که دستگاه دیجیتال دستگاهی که دارای اسکرین یعنی پرزنت داشته باشه در ذهن ما چی میکنه؟ خطور میکنه. خب دوستی بعدی ما من فکر میکنم دنیای ماشین‌آلات و ساخت سازی یک ماشین دیجیتالی هست. خب سلام خدمت همه. به نظر من وقتی ما دیجیتال گپ میزنیم یعنی عدد، یعنی ارقام، یعنی آمار و چیزهایی که به اساس ارقام و آمار میشه بررسی میشه. به نظر من دیجیتال همچین یک چیز هست. خب بازم دوستا کس نظر دارد؟ سلام خدمت همه. به نظر من اما فضای اجتماعی میشه مثل برنامه‌های اجتماعی و اینجور چیزا. خب ببخشین بله یک دوست ما هست سما او هم شاگرد این صنف میگه من جوین شده نمیتونم به درس. میشه یک بار چک کنید؟ باشه ببینم چک کنم که چرا جوین شده. محترم صداش مثلا باشه ببینم مشکل نیتیم هست. من لینک باز گذاشتیم ببینم. آره چند افراد است دست اولین افراد. میشه ایمیل دوستتون اینجا نیست و درخواست نداده که من قبول کنم، خودتون هم میبینید. فقط افرادی است که دستشون رو بالا کردن و اینجا من اوپن باز گذاشتم. اینو باز یعنی هیچ کسی لازم نیست درخواست، خلاصا من درخواستشون رو قبول کنم، اتومات میتونید وارد کلاس شونید. الان یک بار میبندم، بعد دوستان رو درخواست بدین. سلام دارین به دوستان گفتین درخواست بدین؟ آره بله گفتم ولی میگه به داخل نمیتونم جوین شم. اسمش چیست؟ یک تا اومد اینجا علیزاده سنا سادات. خودش نمیدونم. من اینو باز گذاشتیم الان باز است. هر کی درخواست بده میاد. ببین تو گوشی تانم اینجا دارین کلی است و عکس یوزرتان است یا میشه پروفایل تان. اینجا دو گزینه دارین. یکیش باز کردن یعنی بسته، یعنی برای همه باز است، و دومی که است مورد اعتماد باید کسی که وارد شده شما باید درخواست رو قبول کنید. تو بخش خود گوگل میت. خب ما میایم اینجا. خب
سوالات همه‌تون تا حد درست بود. پاسخ گفتین، دوستا گفتن مثلا مربوط به تکنولوژی موبایل یا کامپیوتر، دنیای دیجیتال گفتن. دوست از میکروفونتون رو ببندین لطفا. خب تقریبا همه‌تون درست گفتین. ببین یک دوست ما گفت که دیجیتال یعنی هر چیزی که با عدد، داده یا دیتا و تکنولوژی کار کنه. دقیقاً این پاسخ همه‌تون درست است. خب ببینید مفهوم دیجیتال همه‌تون بیان کردین و دوستاتون تعریف کردن. مخصوصا خیلی واضح دوستی ما که از اعداد و ارقام و تکنولوژی گفتن خیلی واضح مفهوم دیجیتال رو بیان کردن. خب ببین در دنیای دیجیتال هر کس، مثلا ما یک عکس داریم یا ویدیو داریم یا نوشته داریم. نوشته ما که است مثلا عکس، ویدیو، تصویر، هر چی بگیریم. بله صدا نداریم. همه‌تون صدا ندارین؟ کسایی صدا دارن بگم ما صدا داریم. استاد ما صدایتان داریم. خب مشکل از نت شما خوب است. ببینید شما وقت استاد ما صدایتان میخواین. خب درسته. استاد ما معذرت استاد میشه دوست ما بگیم که مایکاتون اف نکنن، دوستتان انعکاس میکنه. خب باش من یک لحظه تا اینو قطع کنم بخیر. شما همه‌تون الان چی صدا دارین؟ انتظارتون خیلی خوب میاد. خب خوب است. استاد صدایتان داریم ولی مایکای دیگه دوست ما باز هستن، صدایتان انعکاس میکنه. الان یک موضوع رو میخواستم بگویم. یک لحظه بفرمایید. باش من برتون. ببین میخوام در کجا بودم؟ گفتم در دنیای دیجیتال هر عکس، صدا، ویدیو که به صورت عددی نوشته میشه. ببین عددی از 0 1. زبان خود کامپیوتر و ماشین که 0 1 است. بچه‌ها عدد باینری گفته میشه. اینو در گوگل جستجو کن، در بارش معلومات بگیر. 0 1 تکنولوژی که است یا کامپیوترتون زبانش است. مثل از الان ما با هم صحبت می‌کنیم زبان ما فارسی است ولی زبان خود کامپیوتر 0 1 است. 0 1 کلا 0 1 است. یک مثال براتون. وقتی یک عکس دارین، عکس میگیرین، عکستان به میلیون ها عددی کوچیک تقسیم میشه. او عددی کوچیک به نام پیکسل میگه. تو تصویرم هست یا نه؟ چه؟ پیکسل میگه. این چیزایی که من میگم با شما الان در گوگل سرچ کنید همزمان. پیکسل میگه. درباره اینا باید معلومات بگیرید. پیکسل میگه. هر تصویر از هزاران پیکسل تشکیل شده. الان میاییم با هم میبینیم که پیکسل چیست و چطوری یک تصویر از پیکسل تشکیل شده. پیکسل یک عکس که میگیریم، پیکسل این قطعه های مربعی است. اینش هرچی تعداد پیکسل عکس زیاد باشه، عکس با کیفیت است. اگر پیکسلش کم باشه، عکس کم کیفیت است. خب مثلا یک مثال. الان میخوام یک سوال دیگه از شما کنم. میخوام یک سوال ساده. تا در شروع نگم، فقط یک چیزی است در مورد دیجیتال ساده صحبت. مثلا ببخشین. بله بفرمایید. چون بعضی اینا قسمه که گفتم مثل دیسمونه که دیر جوین شد بسیم ما فعلا نمیفهمون که شما درباره چی صحبت میکنیم یا درس می‌نیم. میشه دوباره در یک کوتاه برامون بگین؟ باشه من الان به صورت کوتاه براتون بیان می‌کنم دوباره. همین الان هم وقتی که به صورت ساده براتون مثال میزنم، میخوام خودتون
فکر کن درباره هرچی دانش که دارین یک موضوع یک لحظه دیگه شونید من یک چیز بردارم. خب من سرفصل درستانه به خاطر از اول شروع کردم. درسی ما است مهارت دیجیتال است. سرفصل درستانه من قبل از اینکه کلاس شروع کنم چند روز قبل تو کانالم گذاشته بودم و تو گروه هم گذاشتم. امیدوارم خودتون سرفصل درستانه مطالعه کرده باشید. ما الان میخوایم فقط به صورت کلی درباره ساختار دیجیتال صحبت کنیم. مثلا عکس از چی ساخته شده. وقتی که عکس ما میگیریم عکس از روی کاغذ ساخته شده، یک نوع داریم خوب کاغذی است، ولی عکسی که داخل گوشیتون است شما میبینید اون از چی ساخته شده؟ اون از پیکسل ساخته شده. وقتی من پیکسل گفتم اگر معنی پیکسل نفهمیدین میتونید تو گوگل سرچ کنیم الان بگین پیکسل چیست؟ پیکسل چیست؟ درباره پیکسل میتون معلومات بگیرید. وقتی که پیکسل بدونید میتونید کیفیت عکس هایتون رو ببینید. میتونید کیفیت دوربین گوشی قرار است خرید کنید ببینید که تا چند پیکسل میتونه عکس بگیره یا شفافیت چقدر است. کلا میخوایم بسش کاربردی بخونیم. الان اینجا ما یک بورد ساده گرفتیم ولی بعداً به صورت عملی میخونیم، نرم افزارا رو هم میخونیم. خب ببین خود زبان کامپیوترتان به 0 1 است. گفتم اعداد باینری است. این هم یادداشت کنید. بعد میرین تو گوگل جستجو کنید دربارش. میبینید و اعداد باینری چیست و چطوری کار میکنه. من اینجا فقط براتون نقشه را نشان بدیم و به صورت کاربردی براتون میگم، ولی بعضی جزئیاتش نمیشه همشون بگم. باید خودتون جستجو کنید. خب الان اومدیم. الان میخوام ازتون یک سوال کنم. دوستای قبلا جواب دادن، اونو جواب ندن، دوستای جدید جواب بدن. ببینید فرق بین دفترچه و فایل دیجیتال چیست؟ میشه سوالتون دوباره تکرار کنید؟ ببینید فرق بین مثلا چطوری میگم؟ فرق بین دفتر نوشته، مثلا دفتر نوشته و فایل دیجیتال چیست؟ خب سر نوبت به این شکل همه ایتون جواب بدید. یک تایتون صحبت کنید بعد دوست بعدیتون. من خدا دفترچه که هستش همین بعضی نوت ها رو دایش نوشته میکنیم و فایل هم که مثلا دایش عکس و یا هم ویدیو و اینا دایش سیف می باشه میشه فایل. خب یک فرد دومی. سلام شبتون بخیر. مثلا فایل میتونه اطلاعات بیشتر را و به طور فشرده در خود جای بیتن تا کتابچه. خب فرد بعدی. خب فرقش میتونه یه باشه که یکش فیزیکی هست یکش هم دیجیتالی هست. خب کسایی که نظر متفاوت داره بیان کنن، یعنی دوستان که بیان که شما قرار بود که اینو بیان کنید بیان نکنید، فقط دوستایی که متفاوت میتونه بیان کنن. خب نفر بعدی. بنام خدا فرقش استاد یکیش مثلا واضح و شفاف است، مثلا دفترچه هست واضح نیست مثل دیجیتال. خب درسته. دفترچه. خب بله. خب دفترچه یا دفتر نوشته. خب حالا میایم ما گفتیم پیکسل. دوستا بعضیاشون شاید پیکسل ندونه که پیکسل چیست. الان میبینیم پیکسل چیست. ببخشید میشه یاد میگفتم. خب درست. صدای من میشنوید؟ بله بله صدایتون رو میشنوم. ببخشید من میتونم لیو بدم چون ساعت 8 یک صنف دارم. بله بله میتونید لیو بدین. بله 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 حتما میتونید لیو بدین. ببینید ساختار ما این شکل است. ساعت 7:30 شما شروع کردین، اگه وقت‌تر می بود میتونستم باشم. الان 8 بجه باید صنف انگلیسیم جوین شوم. درست است میتونید. ای بابا چرا زبان انگلیسی نمیشه؟ آره خب
ببینید وقتی ما اینجا چیز یاد میگیریم دربارش میگیم، لازم نیست، من نمیخوایم شما چیز به زیاد نوت بگیریم، بلکه میخوایم به صورت عملی ببینیم. ما الان درباره پیکسل صحبت کردیم. شما الان تصاویری که اینجا میبینین اینا تصویری پیکسل است. دوستای عزیزی که عکس دارن داخل گوشیشان عکسشون رو زوم کنن. الان اینا رو واضح میبینین؟ این تصاویری که من براتون باز کرده. خب شما عکستان رو باز کنید، بعد پیکسل نگاه کنید که پیکسل چیست. پیکسل هم قطعه‌ای است که عکس ازش تشکیل شده. این پیکسل است. خب بعد دوستا شما همه ایتون مستون گفتم ببخشید استاد. بله. بعد گفتیم یک لحظه گیر کن آخر سوالتون رو بپرسید، من جواب این سوال دوستایتون رو بدم. مثلا سوال کردم که فرق بین دفتر نوشته و فایل دیجیتال چیست؟ خب دوستا اکثرا پاسخ درست دادن. ببینید دفترچه خب باید دیدم که دفتر روی کاغذ هم دفتر کاغذ هست که الان بعضیاتون شاید نوت بگیریم، مثلا روش نوشته مونیم، نقاشی مونیم. اما فایل دیجیتال میتونه در موبایل یا کامپیوتر یا فضای ابری. ببین یک فضا به نام فضای ابری میگه کلود در اونجا ذخیره میشه و هر زمان خواسته میتونیم باز کنیم. خب ما بخش سوم مثلا ما چرا به مهارت دیجیتال نیاز داریم و واقعا مهارت دیجیتال مهم است به نظرتون؟ چرا مهارت دیجیتال مهم است؟ میخوام دیدگاه شما رو ببینم. خب به نام خدا مهارت دیجیتال بسیار برای ما مهم است، چرا که در شرایط امروزی همه چیز نیاز ما در دیجیتال است. از نگاه پیشرفت و کاربار زندگی ما، مثلا ارتباط ما، مثلا نیازمندی ما همیشه نیاز به دیجیتال داریم باید که خب دوستی بعدی ما نام خدا من فکر میکنم که ابزار دیجیتال یک از وسایلات مدرن امروزی است که هر شخص باید در امور زندگیش استفاده بکنه و این میتونه که برای از مهارت‌های زیاد و کارهای از بلند سهولت بده. خب دقیقاً آفرین، همه ایتون درست گفتید. من میخوام یک خود این کنم. ببین ما در گذشته که بود تقریبا میشه گفت 50 سال قبل، در گذشته کسی که سواد خواندن و نوشتن نداشت ما گفتیم در جامعه عقب مانده است. مثلا بعضی یک جامعه سواد خواندن نوشتن نداشت میگفتیم جامعه عقب مانده است و این آدم سواد نداره. اما امروز کسی که مهارت دیجیتال نداره مثل کسی که سواد نداره، مثل آدمایی که کسی خوندن نوشتن بلد نیست، همین شکل است. و ببین تمام دوستایتون گفت دیگه تمام کارهای دنیا امروز به صورت دیجیتالی شده. قبلا که بود تا پولم دیجیتال نبود ولی الان پولم دیجیتال شد و الان پولم دیجیتال شد و ما الان پولای دیجیتال داریم. من این جلسه به خاطر ازتون سوال کردم ساختاری که قرار است ما بخونیم. سرفصل امیدوارم همه‌تون مطالعه کرده باشین. بعدی دوستایی گفتن که ما میخوایم ارز دیجیتال بخونیم، ما ارز دیجیتال هم میخونیم و درباره پول دیجیتال هم میخونیم. پول دیجیتال چیست و همین شکلی که من گفتم در گوگل جستجو مونیم و درباره‌شون میخونیم. الان میخوایم وارد یک مارکت شیم. وارد یک مارکت میشم. الان میبینیم فضای پول دیجیتال ببینیم. الان هر بانک مرکزی برای خود یک پول دیجیتال خلق کرده. نمیدونم چرا اینترنت باز نکرده اینو. یک لحظه میخوام اینترنت آزاد نصب کنم، وای فای فکر کنم ضعیف شده. یک مارکت دیجیتال است. میخوام براتون نشان بدم فضای مارکت دیجیتال، چیزایی که ما قرار است کلاس بخونیم، ولی کلاس به صورت چیزی است که من فقط ازتون سوال مونم.
بعد شما هم دیدگاهتان میگین و همه بخشش باشه با صدای شما رو داریم. تصویر هم هست یا نه؟ تصویر فعلا اینترنت کمی ضعیف است. فکر کنم میخواستم مارکت براتون باز کنم و الان اینترنت تغییر میدم براتون. خب الان خب چرا ایرور دادی؟ خب الان باز شد. خب من اینو کوچیک کنم براتون. این تصویری که شما اینجا دارین، تصویری که الان شما میبینین، این تصویر از بازار ارز دیجیتال است و این ساختار بازار است. بازار خیلی وضعیت وخیم هستن. میشه گفت اینا پولایی هستن، پولای دیجیتال هستن. این پولا مثل عکس هستن، پولایی هستن که از کد ریاضی و فرمولای ریاضی ساخته شده. کسایی که برنامه پایتون خونده باشن، ما میایم اینا رو میخوانیم و یک سری کفای پول هم میخوانیم و درست کردن اکانت هم میخوانیم در این بخش. قبل از این که بیایم سراغ اینا، بیایم طبق سرفصل، ما ولی میایم خود دیجیتال رو واقعا درک کنیم که چی است و عکس از چی ساخته شده، فیلم از چی ساخته شده و وزن چیست. ما مثلا در دنیای واقعی که است وزن داریم، چیزا با چی وزن مونیم. مثلا شما 10 من گندم با کیلو وزن مونیم، با کیلو وزن مونیم نمونین. و ارتفاع رو با چی وزن مونیم؟ با متر. اما در دنیای دیجیتال ما با چی اندازه مونیم؟ وزن با اینا کس فرق داره. GB داریم، MB داریم، کیلو بایت داریم. ما میخوایم با اینا وزن کنیم. مثلا بخوایم یک عکس ببینیم، جزئیات یک عکس. الان میخوایم که یک از دوستایتان من اسکرین خط مونم و یک تا تصویر به ما بیاره، جزئیات نشان بده. ما باید وزنش ببینیم. قرار است شما به یک دانشگاه ایمیل بزنید، براتون میگه که وزن عکستان باید مثلا 150 کیبی باشه، کیبی بایت باشه، یا 2 MB باشه، بعد GB باشه. و شما چطوری اینو وزنش رو کم مونید و از کجا بفهمید که وزن یک عکس چقدر است؟ من وزن میگم، اندازه‌اش مثلا عالی اندازه‌گیری است. مثلا ما قرار است گندم تولید کنیم، گندم با من اینا، ولی دنیای دیجیتال عالی اندازه‌گیری دیگه داره، باید اونا رو بلد باشیم. مثلا بازم ما که گوشی من خیلی کیفیت خوب عکس میگیره، ما بدونیم که دوربین ازی چطوری مقایسه هم کیفیت است، ما باید اینا رو میخوایم بدونیم. حالا پیکسل خوب فهمیدین، عکس ساده، ویدیو هم قرار است بدونیم. الان میخوایم میره بدونیم که آیا یک فیلم که ساخته میشه، یک فیلم وزنش تقریبا بعضیشون 2 GB است، 3 GB است. بعد تبدیل اینا رو میخوایم بدونیم. تبدیل عالی اندازه‌گیری چیست؟ اینا رو میخوایم بدونیم و همشون به صورت عملی میخوایم. من چیزی که انجام میگم، بعضی اصطلاحاتش رو میتونید خودتون جستجو کنید. در گوگل جستجو کنیم، با هم میبینیم و کاربرد چرا میبینیم. و اول اینا رو میخوایم یاد بگیریم. بعد میایم وارد مرحله دیجیتال میشیم. بعد میخوایم که چطوری بخوایم حساب پیپال برای خود درست کنیم، چطوری در آمازون برای خود اکانت درست کنیم، چطوری بتونیم از سهام بازار نیویورک خرید کنیم از اجزایی که در کشور اروپایی هستن. اینا رو میخوایم یاد بگیریم. مثلا چطور قرار است ما مثلا به سفارت استرالیا چطور است ما درخواست بدیم، چطور ایمیل بنویسیم، ایمیل رسمی در دنیا چیست و از چه طریقه نوشته میشه. من قرار است اپلای کنم در دانشگاه شیکاگو، من چطوری دانشگاه را از چه طریقه جستجو کنم، چطوری من اطلاعات استادای دانشگاه را پیدا کنم، من چطوری بتونم سایت رسمی دانشگاه را و هیئت علمیش را پیدا کنم، و چطوری بتونم مقاله‌های خود که نوشتم یا تحقیق کنم، چطوری بتونم در ژورنال‌های بین‌المللی من نشر کنم. همه اینا رو ما می‌خونیم. چیزی می‌خونیم به صورت عملی. پیکسل براتون گفتم سوال مونیم، بعد میایم دو گوگل جستجو مونیم، بعد میایم با هم مرحله‌اش پیش میریم. قرار است ایمیل رسمی نوشته کنیم.
من میام مورد ایمیل اول موضوع رو نوشتم مونیم، چند پاراگراف نوشتم مونیم. اینا قراست ما مثلا مثال میگم، قراست ما اینجا قراست که ما در بورسیه آمده، ما بورسیه ثبت نام کنم. و قراست چطوری ثبت نام کنم و چطوری وارد سایت رسمیشون، چطور درخواست کنم نوشته کنم، اسمای خود چطور نوشته کنم، یا قراست چطوری ما آدرس بدیم. و همه اینا رو میخوانیم و به صورت عملی مثلا شما قراست که بیرین به استرالیا، میخواین اول درخواست ویزا بدین. الان خب مردم ها بلد نیست اصلا برای چی شرکت های چی میگم، من کلاهبردار میگم، شرکت های همونایی که ویزا برن اسمشان چیست، شرکت های سیاحتی میگین چی میگین برای چی مردم ها میرن به اینا پول میدن؟ به خاطر که سواد دیجیتال ندارن مردم. اگر مردم این مراحل بلد بودن چرا خودش نیاد مثلا بخواد کشور ایران قراست درخواست ویزا بدن، وقتی سایت باز بود بسته بود چطور است وبسایت وزارت خارجه‌اش نگاه کنن؟ چرا خودشان نمیکنن؟ چرا میرن برای یک کسی که قراست بیاد چرا با یک مرحله ثبت نام کنه پولشون رو میدن؟ اینا رو باید یاد بگیریم و این کلاس کاربردی است. به خاطر از اول سوال کرد، اول سوالای ساده شروع. خب این چیزایی بود قرار بخوانیم. من خب الان این چیزا رو فهمیدیم تا حدی که چیزای قرار است این کلاس بخوانیم. بعد آخر فصل براتون گفتم بخش مدیریت مالی است. مثلا من قرار است که پول در بیارم، چطور پول خود را تنظیم کنم، یا چطوری حساب بانکی درست کنم، چطوری درآمد را تقسیم. اینا که از دنیای واقعی هستن میخونیم. بعد از خلاص از فضای دیجیتال بیرون شدیم. الان هم در افغانستان حسابای بانکی درست میشه، کارت‌های دیجیتال و اپلیکیشن ها فعال میشه. ما میخوایم از اونها استفاده کنیم و اینجا میخونیم. مثلا قرار است ما الان میایم اینجا یک تا چیز است، اینم یک کیف پول است. ما میایم بازار میایم، اینا قیمت‌های ارز است. خب مثلا میایم چی رو ببینیم اینجا؟ خب مثلا میایم توچکو ببینیم. این هم یک کیف پول است. مثلا میخوایم میره ببینیم میخوایم برای دلار صادر میشه. خب میایم وارد نمودارش، ما این نمودارا رو میبینیم و اینا رو فقط براتون سرفصلش میگم. بعد خودتون میایید تحلیل که چطوری رشد کنه یا چطوری دلار بالا میره و چطوری مثلا میگه که همین 1000 افغانی باش میگه دلار شده، یورو شده، یورو مثلا 4000 افغانی میشه، 6000 افغانی میشه، چطوری میشه اینا رو تعیین کرد، قیمت چقدر، اینا رو میخونیم و همین شکل میاییم در وبسایت های رسمیشون و همه رو میبینیم و همزی طریقه پیش میریم. هرچی بود همه شد. خلاص یا میاییم مثلا اینجا اینا چی معنی داره، یا مثلا کسای کار کنش الان این چی معنی داره؟ کسی اینو بلد است؟ یک مارکت است. نه میدونم همه تا خیلی بلد است. خب بفرمایید کس بلد است دستشو بالا کنه بخواد بیان کنه. صحبت کنید. سلام علیکم. بخیر استاد گرامی. بله بله استاد صدای ما دارین؟ بله صدای شما داریم. خب استاد من یک خواهش داشتم، میخواستم که من هم در می کلاس اشتراک بکنم. البته فعلا از اکاونت دختری کاکایم صحبت میکنم، گفتم اگر امکانش باشه مرا هم در گروپ اضافه بکنین. خوبه باید با مدیر صحبت کنیم. خب بیاییم الان بگذاریم اینا رو آخر میخونیم، همه رو آرام پیش میریم. خوب نیست یک باره مستقیم واردی بعضی جزئیات، چون هر چیز یک مقدمه داره و مثلا من خیلی آشپزی رو دوست دارم. آشپزی کردن اول گاز رو روشن می‌کنیم و پیاز میندازیم، روغن میندازیم، مرحله پیش میریم تا غذا درست میشه پخته کنیم. تدریس هم مشکل از اول ابتدایی میریم. خب ما گفتیم پیکسل یک عکس فقط به صورت ساده براتون بیان کردیم و من از سوالم ازتون پرسیدم و شما گفتیم
ببین یک سوال دیگه است. سوال مثلا به نظر شما اگر کسی مهارت دیجیتال نداشته باشه چی مشکل پیدا مونه؟ من الان هم گفتم براتون. میخوام 4 نفر نظرشون بگن. بیان کنید. اول اولین مشکلش است که با دنیای مدرن ارتباط غیر مستقیم داره و نمیتونه به صورت درست ارتباط برقرار و نیاز به کمک یک شخص دیگر داره. خب درست است. آفرین، خیلی خوب است. آره باید اینا رو بلد باشین. ببینید شاید بعضیاتون کلاس کامپیوتر داشته باشین براتون کلاس کامپیوتر بگن، ولی گوشی هم یک سری مدل‌ها داره که باید اونا رو بلد باشین. بیاین ما بعض چیزا رو من براتون میگم، بعض چیزا رو معرفی میکنم که دوستایتون باید برشون ویدیو بسازه و در گروه بذاره که همزمان همه ما جستجو کنیم. قرار است که شما برین کامپیوتر خرید کنید و این مهم است چون کامپیوتر یک ابزار دیجیتال است. شما باید به چی کامپیوتر توجه کنید برای خرید کامپیوتر؟ خب مثلا به رمزش توجه میکنیم، به گرافیکش توجه میکنیم، به جنس متریال سازنده مثلا بدنه و بقیه قسمتاش توجه میکنیم و خیلی موارد دیگه. خب قدرت پردازشش. نظر به نیاز خود، اول نظر به چیزی که شما نیاز دارید میخواید در بخش مطالعه کنید. مثلا من میخوام در بخش اپلیکیشن نرم افزاری کامپیوتر مطالعه کنم، باید ما کامپیوتر مورد نیاز خود باید دریافت کنیم. نمیشه که ما بریم کامپیوتر گیمینگ رو دریافت کنیم بخش نرم افزاری برنامه. آفرین، خیلی نکته خوبی اشاره کردین. یکی از نکته های خیلی خوب که اشاره کردین همین است که بخش ایراد بخش مدیریت مالی همراهش صحبت کنیم. ببینید من فقط به صورت کلی براتون میگم هر دستگاه، چه کامپیوتر، چه گوشی، چه تلویزیون، هر دستگاه از 2 بخش تشکیل شده. درباره این مطالعه کنید. سخت افزار و نرم افزار. سخت افزار هاردویر ببینیم چی بگم الان تلفظ هاردویر اصلا زبانم جور نمیاد. خب میگه هاردویر. آره. و بعد نرم افزار سافت ویر. مثلا سخت افزار خب میدونید می مانیتور و دوربین و توپما و اینایش هستن. نرم افزار هم چیزی قابل لمس باشد. آره. نرم افزار که هسته چیزایی که داخلیش هسته. چه چیزا داخلیش هسته؟ واتساپ مثلا، گوگل، کروم، ورد، همین چیزایی که جستجو کردیم هر اپلیکیشنی هست. بعد اینا رو هم میخوانید دربارشون جستجو کنید. چیزایی که من اینجا نوشتم شما باید دربارش مطالعه کنید خودتون. خب این دو تا رو هم دربارش مطالعه کنید چون من دفعه بعد از کلاستون پرسان باید خودتون مطالعه کنید. ببینید یک چیز داریم به نام کاربر میگه. انگلیسی خو یوزر میگه. و در هر دستگاه یک یوزر میسازیم برای خود. چه کامپیوتر چه گوشی، الان گوشی هم 2-3 یوزر دارن. یوزر میسازیم برای خود. مثلا من در واتساپ که هست خودش واتساپ موبایل از واتساپ استفاده کنم. واتساپ هست نرم افزار است. واتساپ روی چی نصب میشه؟ الان یک پول ارتباطی داریم ما بین سخت افزار و نرم افزار. به نظرتون این پول ارتباطی که واتساپ یک نرم افزار روی از اون نصب میشه بعد دستور به سخت افزار میفرسته و چیست؟ چطوری کار نمیشه؟ به صورت ساده بیان بگید. یک دویتون بیان کنید. هر کس بلد است. سی پی مرکز استاد ببخشید. نه مرکز نه، منظوری می است که ببینید شما یک ساختار است. به خاطر چی میگم مدل گوشی تو اندروید است، آی اس است، چند تا کامپیوتر تو ویندوز است، مک است، آی او اس است، آی او اس. اینا چی هستن؟ در با اینا معلومات داریم؟ بله، اینها کمپینای بزرگه که هر کدومش با ساختارهای خاص برنامه‌نویسی شده. مثل اندروید که یک منابع باز داره، هر نوع افزار که قابل اینستاله.
و بدون خریداریه. اما iOS کسته پرایوت یعنی شخصیه که ما نیاز به دانلود داریم بعض چیزا را. بله دقیقا سیستم عامل رابطه بین سخت افزار و نرم افزار هستش که میتونه iOS یا اندروید یا هر موارد دیگه باشه. آفرین. ببینید اینا رو دوست ما جواب دادن. دوست بعدی سیستم عامل میتونید دربارش بگین؟ یک بار دیگه بگین نشیدم. مثلا من به صورت ساده براتون گفتم، من نمیگم اسمش، گفتم یک سخت افزار داریم یک نرم افزار داریم. مثلا قرار است شما روی گوشیتون وصل کنید. آیا گوشیتون اندروید است؟ اندروید چیست یعنی؟ یا میگه ویندوز یعنی چیست؟ این چی به درد میخوره و چی کاربرد داره و برای چیست؟ اینی رو بیان کنید. ببینید خب بیان کنید. فکر کنم مثلا سیستم عامل نقش یه رابطه داره بین سخت افزار، یعنی یه جور برنامه نویسی شده است که ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار برقرار میکنه. مثلا از حافظه و قسمت‌های دیگه تشکیل شده که مثلا دقیقاً خودم هم نمیدونم، ولی خب میدونم که قسمت اصلی هر دستگاه دیجیتالی مثل کامپیوتر و لپتاپ و گوشی هست که باعث میشه ما بتونیم مثلا با اون سخت افزار ارتباط برقرار کنیم، مثلا برنامه نصب کنیم یا هر کار دیگه. آفرین، درسته. خب ما چندین نوع سیستم عامل داریم. خب ببین کاربرد سیستم عامل چیست. من میخوایم سیستم عامل به این شکل براتون ببینید. ما قرار است که اینجا یک ساختار داریم، این نرم افزار است. سیستم عامل که است در وسط از یارتو قرار داره و وسط از چیست؟ این سخت افزار است. نرم افزار که است، نرم افزار واتساپ می روی سیستم عامل نصب میشه، روی سیستم عامل. سیستم عامل که است با زبان برنامه‌نویسی مثل پایتون هر چیز نوشتمونیم با 0 و 1 زبان ماشین است یا بعد سخت افزار دستور میده. مثلا به کامرا اینا دستور میده، بعد ماشین سخت افزار دستور انجام میده. مثال ساده، شما قرار است لباس شویی کنید، تشتیتان سخت افزار است. خب بیزاریم چطوری؟ خلاصه مثل تشت و آب و مثل آشپزی یا آشپزی بگیم، مثل سخت افزار دیگ است و واسطه که مثلا آب میخوای غذا رو پخته کنه، آب که است سیستم عامل است. آب یا مواد که استفاده می داخل چی؟ برنج درست نبا. ساختار اینا به این شکل است و درباره اینا باید مطالعه کنید. من میخوام الان همه جزئیات چه براتون میفرستم، منابع مطالعاتی را که خودتون مطالعه کنید و روش شدم. درباره از اونا حتما بخونید. بله. کجا مطالعه کنیم ما؟ من براتون منابع میفرستم. نه من براتون میگم درسای بعدی اینا رو استون سوال کنم که شما یا بلد هستین یا نه کاربردی چیزا. میخوام خلاصا ما هیچ چیز را بلد شدیم. خب این از این بود. بله. شما گفتین در جلسه بعدی دو چیز را شما میپرسن، اینترنت قطع شد، میشه بگین چی و چی؟ ببینید اولین چیزی که قرار است من شما بپرسم آله اندازه‌گیری فایل هاست، مثل عکس، ویدیو، اینا رو میخوام ازتون بپرسم چیست. من براتون گرفتم MB، KB بایت و GB ترابایت خیلی زیاد هستن. شما باید اینا رو بلد باشین و اینا چیست. مثل این نمونه، مثلا 1 متر مساوی است با چند سانتی متر؟ چند سانتی متر؟ خب 100. الان خب 1 GB ببینید ما به این شکل رابطه داریم. 1 GB مثلا نوشته است حافظه گوشیتون 1 GB است. 1 GB 1 GB چند MB است؟ MB 1024 MB. خب بعد رابطه یا چند تا KB است؟ اینا رو باید بلد باشی. اینا رو دوباره جستجو کنید 100% و مستان پرسان. بعد سافت‌ویر رو و
سافت‌ویر هم در باشه. ببخشید استاد از موضوع درسی بیرون شدیم. هر کی سوال داره داخل سوال کنه. آره درسته موضوع درسی بیرون شدیم. خب یه چارچوب بود، درس ندادیم اینجا، اصلا هیچ چیزی براتون بیان نکردیم. این اصلا میشه گفت که هیچ از فصل درس ما شروع نکردیم، فقط یک مفهوم ساده بیان کردیم. اصلا درس چیزی نیست، فقط اینایی است که خلاص ما بخونیم. معرفی کلی از فضای درس است این جلسه. یعنی دوستا بگه که الان استاد خیلی درس داده، بعضیا نیست، ولی بس چیزا فقط یک چیزی است که میخوایم ببینیم که سطح خودتون تا چه اندازه هست. منظورم این است سوالات که اصلا میپرسم. خب یک سوال دیگه از دوستا دارم. مثلا شما از گوشیتون چی استفاده میکنید؟ همین گوشیتون چی کاربرد ازشون میکنید بجز عکس و تماس و زنگ؟ برای برنامه‌های آنلاین مثل دریشن، مثل کلاس‌های فوق برنامه، یا مثلا استفاده از فیلم‌های آموزشی تو اینترنت، یا پیام دادن به دیگران از طریق ایمیل و خیلی کارهای دیگه. خب درسته، خیلی کارهای دیگه. خب من چند سوال، بعضی سوالایی که پرسیدم واقعا دوستا خیلی خوب پاسخ دادن و پاسخ‌هاشون همشون پاسخ‌های خیلی خوب بودن و تقریبا خیلی نزدیک بود. اما اینجا یک سوال دیگه ازتون دارم. این بخش است که تا هنوز شما از گوشیتون بجز کارهای معمولی دیگه چی استفاده کردین؟ حساب به خاطر درس من خودم برای سفارت استرالیا درخواست ویزا داده بودم، حالا هنوز جوابش نیومد. خب درسته، پس این تجربه رو هم داریم. خب درسته. من یک سوال دیگه ازتون دارم. سوال بعدی که شما شبانه روز چند ساعت از گوشی استفاده میکنید؟ زیاد استاد 5 ساعت. مثلا بیشتر وقت خود رو بله استاد خیلی زیاد استفاده میکنیم در موبایل دیگه بیشتر وقت صرف استاد من گوشی استفاده میکنم. بعد خب مثلا استاد من استفاده میکنم از یک ساعت زیاد استفاده میکنم، زیادتر در کامپیوتر هستم. خب مثلا الان میگم الان خود شما همه ایتون زیاد استفاده میکنید، میخوام میره بدن شما بیشترین وقت خود را در موبایل صرف چی مونید؟ گوگل میت. نه برای مطالعه کردن و درس خوندن، مثلا در آنلاین درس خوندن و خواندن پی دی اف ها. خب حالا یک نظر بدین چطوری میتونیم از موبایل مفید استفاده کنیم؟ تصویرتون از چیست؟ خب میشه مثلا کتاب آنلاین خواندن، مثلا میشه مارکتینگ دیجیتال که روش چک کرد و مثلا معامله باز کرد در ارز دیجیتال، در فارکس مثلا یا در مارکت های دیگه. خوب است. زیاد در موبایل میشه. بعد از این من میتونم تمام جزئیات گوشیتون ببینم. متاسفانه کلاس روال چنین است. سیستم‌های گوشیتون الان میخوایم بدونم که گوشی‌هایتون چیست. بعد کنترل گوشی‌هایتون و اینجا شیر مونید، بخش تنظیمات میریم و من میبینم که شما در مدت چقدر از گوشی استفاده کردین و از کدام اپلیکیشن استفاده کردین و نمیتونید ترخشش پاک کنید چون تو سیستم ثبت میشه. و بعد دستان سوال اونم که وقت رو سرزی گذاشتیم چی دستاوردش داشتیم؟ این روش کلاس است. متاسفانه نه یکی از گالریتون کار نداریم ما، فقط بخش تنظیمات که هر گوشی است کنترل نه که تو کجا رفته، چی جستجو کرده، وقت رو کدام برنامه گذاشته، اینم نگاه کنیم. متاسفانه شرط کلاس است، چون کلاس دیجیتال است باید بدانیم که شاگردایمون وقت رو کجا میگذارن. ما کار نداریم، فقط میبینیم که هفته یک بار هفته‌وار سیستمتون رو چک کنیم که شما چی استفاده کردید. اینو و همچنان اینم براتون میگم چطوری بتونید گوشی همدیگرتون رو کنترل کنید. مثلا یکی الان شاید اینجا کسی اینجا پدر هست؟
استاد بله استاد. خب مثلا پدر مادر اگر گوشی دادن، ببین پدر مادر اگر گوشی دادن به اطفالشون، روی یک تا اپلیکیشن از سیستم است، او را فعال مونید، بعد شما تمام گزارش‌های گوشی دخترتون یا پسرتون رو میبینید. فقط اونایی که زیر 18 سال هستن باید ببینید که نه وقتشون رو به چی مصرف کنن. و تمام اطلاعاتش را میتونید هفته یک بار بررسی کنید از گوش خودتون، نه از گوش خودش. این هم سرش کار کنید. خب الان تقریبا خیلی صحبت کردیم، ولی میخوایم اولین جلسه که اول از نرم افزار بخونیم. این نرم افزار خیلی ساده ماست که قرار است بخونیم. همین چی است که شما خودتون سر کار دارید؟ کروم است. خب کروم نه، گوگل میت. حالا میخوایم فقط گوگل میت بخونیم. بعد از گوگل شروع مونیم، بعد میایم وارد سیستم سخت افزار میشیم اینا، بعد براتون کارخونه نوشتم. این فقط سوال. شما وقتی میخواین که گوگل میت بیاین، الان ما با گوشی هم میتونیم بیاییم، خب، و بعد الان با کامپیوتر میایم بعد گوشی. کسایی که کامپیوتر داره وقتی گوگل میت دارین یا کروم دارین یا هر اپلیکیشنی دارین، اول میاین اینجا کلیک میکنید. اینجا مشخصات خود سیستم میتونه است و منظورم تنظیمات خود اپلیکیشن است. اینجا میتونید چند تا یوزر هم اضافه کنید. کروم اینجا مثلا چند تا نقطه داره، چه گوگل اپس، چند تا اپلیکیشن هایی هست، اپلیکیشن های مربوط خود گوگل. این اپلیکیشن مربوط به اکساس، این متخاطبین شماست. این هم آره، بعد این از اینا باید استفاده کنید. بعد این درایو است، ما از بخش کاربرد درایو میخوانیم. آره اینو میخوانیم. لطفاً صدایتون رو ببندید. ما میریم میخوانیم و مثلا براتون یک تا یوزر مجازی، فضای مجازی درست کنیم. چندین تا فضای مجازی است. قرار شما عکس گوشیتون چطور مثلا قرار است عکس بگیرین، گوشیتون رو دوست میبره. تمام اطلاعاتتون پاک میشه. میکروفونتون رو ببندین یا خودتون باشین که باز است. میبخشین مسئول جلسه هر کسی هست امیر از جلسه خارج بسازه، واقعا خیلی اخلال وارد میکنه. حالا کجا بود؟ میکروفونش باز است؟ نیست. ببینم. اینجاست. من باز هستم، کس باز نیست اینجا. بسته کرده هر کی بود. خب بیایم اینجا بودیم. اول کسانی که حساب درست کردن گوگل بلد هستن دستاشون رو بالا کنن که بعض موضوع بلد هستین درست نکنیم. خب همه کسایی که حساب درست کردن در گوگل بلد است. اکانت. خب ببینیم چند نفر اکانت درست کردن بلد است که درس ندیم به موضوع که بلد هستین. درس ندیم خوب نیست. خب من ببینم چند نفر اکانت بلد کردن. دوستان لایک روان نکنید. ببخشید شرمنده. من امروز میخواستم یک اکانت مایکروسافت درست کنم و هر کاری کردم. من فعلا ایران ساکنم، نمیدونم برای چی میگفت قادر به ایجاد حساب شما نیستیم. خیلی هم تلاش کردم. بعد کلاس میشه اینو لطف کنید به من یه راهنمایی بفرمایید، ممنون میشه. نظر در نقطه آی پی آدرس داره که شاید ایران بستک داشته باشه اتباع خارجی. راست میگه. وی پی ان استفاده کنید یا میبخشید من یک اکانت مایکروسافت ساختیم، فقط بخش اسمش حرف فرزانه میتونم رو رزم کنم. خب درست است. خب ببینیم چقدر افراد تقریبا 14 نفر. خب اون پروژه میدیم. یک اکانت عادی میبوده. اکانت مایکرو نه بس من بخوایم ببینیم چند نفر. خب چند نفر تعدادشون تقریبا فقط 13 نفر تون اکانت درست کردن بلد هستیم. خب ما روی اکانت گوگل درستیم، بعد شما میتونید گوگل تون رو به بقیه وصل کنید. خب اول خب از همه میخوایم به صورت خیلی ساده همینجا محیط یاد بگیریم. همین محیطی که میبینید اول برای از اینکه بیاید لینکتون رو وصل کنید میایید اول اینجا مرحله برای که چه از گوگل میت استفاده کنید. روی گوگل میت کلیک کنید، یک صفحه به این شکل براتون باز میشه.
زبانش فارسی یا انگلیسی است و اعلانهایش ببخشید استاد صدای شما نمیاد. الان صدا ما نیست؟ دارین بقیه؟ اگر دارین بگید بله، یک نفر فقط بگید. خب صدای بند کرده. استاد محترم صدای شما رو نداریم. آها میبخشین صدام قطع شد. خب گفتم مرحله اول قبل از الان فقط کامپیوتر میگیم، بعد جلسه بعدی چیزم میگیم، گوشیرم میگیم، یا یکی از دوستا ویدیو میگیره کوتاه تا گروه میذاره. برای از اینکه اول بیایم از گوگل میت استفاده کنیم، وقتی کامپیوترتون رو باز کنید به این شکل صفحه کروم میبینین یا کروم بود، هر مکرری که استفاده میکردین هست. اینجا کلیک کنید، دنبال میت میرین، گوگل میت. روی گوگل میت کلیک کنید رو کامپیوتر. بعد وقتی رو گوگل میت کلیک کردین اینجا چند گزینه داریم. اینجا جلسه جدید، روی از این گزینه کلیک کنید. اینجا میتونید ایجاد جلسه برای فرصت دیگر. این لینک که کلیک کردین شما قرار است که یک هفته بعد یک جلسه برگزار کنید و لینکش قرار است که در فیسبوک یا قرار است یک ماه بعد یک جلسه گوگل میت برگزار کنید و لینکش میذارین اینجا. و از این لینک مثلا میگید لینک ساعت 12 روز باز میشه و میتونید وارد این لینک شونید. یک ماه بعد از این استفاده کنید. اگر خواستین جلسه فوری استفاده کنید یا اگر خواستین زمان بندی کنید، اینجا زمان بندی. جلسه فوری خواستین روی این کلیک کنید، برایتان به این شکل صفحه باز میشه. صفحه باز میشه به این شکل. ما همزمان دو گوگل میت باز کردیم، صفحه به این شکل باز میشه. الان میایم با این ادامه میدیم. صفحه به این شکلی که الان ما داریم به این شکل باز میشه. اینجا کلیک کنید میکروفونتون بسته میشه. اینجا کلیک کنید کامرایتون باز میشه و اینجا میکروفونتون بسته میشه. بعد این بغلی کامرا یک تا تیک داره یا آیکون، اینا رو آیکون میگه. از اینجا میتونید اگر کامرا داشتین یا کامری دیگر داشتین کامریتون رو تغییر بدید. من الان 2 تا کامرا دارم. هر چیز دستتون مثلا میتونید همزمان 10 تا کامرا وصل کنید. کسایی که در مثلا یک شرکت کار کرده باشه میتونه گوگل میت 10 تا کامرا وصل کنه. از جمله میتونه کامری قرار است ازش استفاده کنید یا از کدام اپلیکیشنی قرار است از کامریش استفاده کنیم یا از دوربینش. اینجا میایم این دوربینش انتخاب کنیم. اینجا صدا هم مشکل. بخش صدا روش کلیک کنید. اینجا صدایی که الان من صحبت منم و میتونه از تنظیمات کامپیوترتون اینو پیش‌فرض تنظیم کنید. یا میکروفون دیگه داشتین مثل هدفون یا گاهی میکروفون کامپیوترتون خراب میشه، میتونید از اینجا کامپیوترتون با گوگل میت میکروفونش رو تعویض کنید و یا درست کنید. نشد میایین از تنظیمات کامپیوتر از اونجا درست کنید یا میتونید میکروفون جدید اضافه کنید. خب این بخش که اومدیم بخش بلنگو است. بلنگویی که خلاصه صدایی که خلاصه بگم بیرون میاد از کامپیوتر. از اینجا میتونید، از من 2 گزینه دارم، میتونید از 2 گزینه استفاده کنید و هر گزینه که بر شما راحت بود. از اینجا میتونید تنظیمات انجام بدید و همچنین میتونید از اینجا تعویض کنید و یا میتونید قطع کنید که حتی دیگه نتونید صدایتون بیاد. گاهی قطع میشه ستومیتون. یا میتونید از اینجا تنظیمش دارید. این گزینه رو که روش کلیک می‌کنید گزینه بعدی است. یک زمان شما قرار است که با یک کسی جلسه بذاریم به گوگل میت. قرار است مثلا من با یک چینایی جلسه بذارم. او چینی هستم، من از افغانستان هستم. زبان از او چینایی هستم. زبان از من فارسی است. مثلا من فارسی صحبت کنم برای او ترجمه کنم چینی. او چینی صحبت کنه برای من فارسی ترجمه کنه، ولی با هم صحبت کنیم. گوگل میت یک ابزار داره، از او ابزار هوش مصنوعی است، از او استفاده کنیم. فعلا فکر کنم نمیاد ولی میاد. تقریبا سال بعدی اضافه میشه برای همه. برای بیزنس اضافه میشه. شاید بعضیاشون اشتراک هم داشته باشه، اشتراک پرداخت کنیم و میتونیم از او استفاده کنیم سراسر دنیا. اگر نه شما خواستین میتونید زیرنویس استفاده کنید. قرار است مثلا شما
در کنفرانس در دانشگاه اکسفورد برگزار میشه، زبانش انگلیسی است، ولی من متاسفانه زبان فارسی است. باید بفهمم که اون مرد قرار اونجا صحبت کنه چطوری زبانش تغییر بدیم. روی بخش کلیک منم، اینجا کلیک من فارسی کردم. الان چیزی که من نقلم به آن فارسی نشون میده و چیزی که من میگم به فارسی برای من ترجمه میکنه. مثلا یک از دوستا اونجا به فارسی صحبت کنه که من بیام از اونم ترجمه میکنه. میبخشین استاد بر من انگلیسی ترجمه میکنم. خود درسته، میتونی از اونجا تغییر بدین. زیرنویس تغییر، اینجا زیرنویس است ولی گزینه دیگه هم ترجمه میکنه. میتونی از اینجا روی اینجا کلیک کنید، این فعال مونه، خود نیاز به تغییر داره. میایم اینجا روی 3 نقطه. اول دست این فقط زیرنویس است. زیرنویس تان تنظیم کنید که فارسی یا انگلیسی. اینجا گزینه میزنید زبان داره، یک گزینه ترجمه داره. مثلا من الان از خود چی استفاده میکنم؟ انگلیسی. یا هر کشور خواستین اینجا کشورش انتخاب کنید و تنظیمات انجام میدید از کروم. بعدی این تیگی که فلشی که بالا است، آیکونی که طرف بالا است، یا آیکون که است مربوط ارائه دادن است. ما چند گزینه داریم؟ 2 گزینه داریم. میخوایم یک تا دیگه باز کنم، اونجا ارائه بدم، اینجا تو خود کامپیوتر بهتون نشان بدم. روی این کلیک کنم گوگل میت میاییم. بعد برای گوگل میت کجا اول جلسه گفتیم کلیک کنیم اینجا. ما فوری میخوام تای باز شونه، یک نفس تازه کنیم. خب شاید باز شونه، فکر نکنم میکروفونش اختلال وارد کنه به سیستم. الان باز شد، میبینید همه‌تون اینو؟ بله استاد. ای کجا رفتم من؟ خب آره اینجا. خب صدا من دارین؟ بله استاد. خدای شکر که دارین. بله استاد. خب الان اینجا اومدیم داخل گوگل میت. ببینید اینجا میتونید لینک کلیک کنید. از اینجا که هست ببینید جلسه اومده. افزودن سایر افراد. شما میتونید از اینجا افراد اضافه کنید، همچنین میتونید لینک اضافه کنید. یک لینکی که اضافه کنید قرار است که 5 نفر مدیریت کنه. از اینجا میتونید افراد اضافه کنید و او رو مدیر استفاده کنید که کنترل کنه، مثلا کلاس داره. خب این وقتی ارائه دادن میخواید که اسکرین شیر کنید، قدم اول باز به تکرار میایید روی این کلیک کنید. این آیکونی که تیکش بالا است یا به فارسی نوشته اشتراک گذاری صفحه یا شیر به انگلیسی نوشته است. اینجا کلیک کنید. بعد که اینجا کلیک کردین اینو میزنید. چی نوشته است اینجا؟ نوشته است کروم تب. ببین تب چی رو میگه؟ از تب چیز کسی میشه تب برای ما تعریف کنه؟ ببینم که کس بلد میشه. هر صفحه از کروم که باز کنیم تب گفته میشه. مثلا شما به تب گوگل میت هستین. آفرین. آره قرار است یک تب اشتراک گذاری کنم. اینجا میایم روی از این تب کلیک کنم، شیر. بعد از این تمام شاگردای از من یا هر کی است فقط یک صفحه رو میبینم. من چکر بیرم طرفای دیگه بخش کامپیوتر خود شاگردای من نمیبینم. از این بخش انتخاب کنید. بخش ویندوز که میاییم، یعنی شما میخواید یک تب، مثلا یک تبی بزرگی از صفحه ویندوز میخواید از یک اپلیکیشن افعال کنید. من الان میخوایم فقط این اپلیکیشن رو تب شفال کنم. من روی از این برنامه، مثلا من واتساپ، داخل واتساپ هر جای چکر برم شما میبینید، ولی از واتساپ بیرون شدم شما نمیبینید. این از بخش است. بخلاص ما ببینید بخش اسکرین کل بعد شیر میزنید، یعنی کل کامپیوتر الان من هر جا رفتم شما میبینید. اول چیکار کنید؟ اینجا میایین روش کلیک کنید. اگر روش کلیک نکنید شیر نمیشه، غیر فعال است. ببینید بیاین اینجا، بعد میایین گوشی هم مشکل است. گوشی رو هم کارم جلسه بعد گوشی رو بعداً یک تا شما قرار کنید. روش کلیک کنید، شیر میزنید. ایشتازی. خب اینجا سوال داشتین، اینو میبندم. بیایم اینجا. سوال که داشتین چیکار کنید؟ دستتون بالا مونید، روی کلیک کنید، دستتون بالا باشه. به همین سادگی. خب میخوایم اصلا یک سوال. استاد کم پیچیده بود. بله
پیچیده بود کامل. یعنی بعضی جا اصلا نفهمیدم. ای خدا. هی رویش واقعا نفهمیدین همه تان؟ واسه بیشترشو فهمیدیم. بخونید ضبطش کنید اگه میشه بقیه نگاه کردن. خوب است من بعضی اپلیکیشن ها رو بسته کنم که خوب نیست هم اپلیکیشن هم باز باشه. خود درست اشکال ندارم. ویدیو هم ضبط کنیم باز براتون روان مگه شد. همین بخش. خب الان بیایم زیرنویس ها رو خاموش کنیم. یعنی دست خورا اینجا کلیک کنید. ببینید میایید اینجا این دست است، روی دست کلیک کنید. من الان دست خو بالا کنید. ببینید دستا چقدر خوب شماره بندیش داده. در شماره 1، شماره 1، شماره 2، شماره 3 بهش. توقف که بزنید توقف میشه. بعد اگه خواستین مثلا سیستمتون زبانش تغییر بده اونا رو روش کار کنید. بعداً این 3 نقطه رو که میبینید یا میشه کن. در اینجا که شما ببینید تمام صفحه روی از کلیک کردیم گوشه هم این شکل است. 3 صفحه تمام صفحه میزنیم، تمام صفحه نشون میده. اینجا میتونیم تصویر باز کنیم، اینجا فیلتر ببینیم، فیلتر ببینیم باز کنیم مثلا. خب من الان میایم کمبریخ رو باز کنم. مثلا کمبریخ باز کنم. اینجا که شما گزینه‌های فیلتر دارید که میتونید پشت زمینیتون انتخاب کنید، هر چی که پشت زمینیتون بود. و آره فکر کنم کمبریخ شد باز شد. پشت زمینیتون هر چی بود میتونید از اینجا پشت زمینیتون رو فعال کنید و ببینید. مثل من الان کمبریخ باز کردم. اینجا میاد پشت زمینی خود تغییر میدید. روی از گزینه فیلتر کلیک کردین میتونید مثلا من الان ببینیم یک فیلتر. آره مثلا من بخوایم که یعنی این رو انتخاب کردم. بعد از این مرا برای شما خوب نشون میده یا میتونم چهره کستیگم بیاد. شاید هم نشان بده شاید هم نه، ولی برای من اینترنت کم ضعیفه. نشان داد یا نه؟ نشان نداد. خیر استاد. خب اشکال نداره که نشان ندادید دلش نیست نشان بدید. آره باید من خوب نشان میده الان براتون. خب آره ببینید وقتی روش دوباره کلیک کنی الان سه خودم گیر کرده. ببینید مشکل از اینترنت من است. خب بگذاریم. شما این شکل‌ها رو که می‌بینید میتونید انتخاب کنید براتون شما رو نشان میده، ولی برای من خود نشان نداد. الان فرض کنم من اصلا خود خوب درست کردم، یک استاد خوبی. به این شکل میتونید از این فیلترها استفاده کنید. میتونید شکل ظاهریتون رو تغییر بدین. اینجا میتونید قاب بندی کنید، رنگشون رو تغییر بدین و جزئیات دیگه. اینا رو همتون خود دستکاری مونید و همه‌تون. خب بعد اینا پشت زمینه هستن که انتخاب مونین همه‌تون به این شکل. خوب بستمون میاد. بعد این از این ابزار بود که براتون گفتیم. ابزار بعدی ببینید اینجا گزارش مشکل است، یعنی راهنمای عیب‌یابی است. این تنظیمات کلیک کنید. به این شکل این تنظیماتی که من گفتم این تنظیمات است، ایموجی، زبان، تنظیم کلی. این تنظیمات است به فارسی نوشته است. قرار است چه کار کنید؟ زبانتون رو تغییر بدین و به صورت فارسی بخونید. و این خلاصه بعد اینجا چیکار کنید؟ اینجا میتونید پیام بفرستین و پیام بفرستین همه‌تون و پیام بدین. من میتونم پیامم بسته کنم ولی اگر نخواستم بستم نمونم. بعد این 3 نقطه که اینجا هست اینو میبینین، همه‌تون اینو میبینین. سلام دارین؟ بله با شما هست. خب درسته باش برنامه رو بسته کنم من الکی باز کردیم تزیارم. آره اینجا میتونید اینا رو کنترل کنید یا میتونید از اینجا اضافه کنید. خب این از این بود. ببینید بخشی اینی در گوشیتون هم آیکون چرا اگر نامش یاد نگرفتین اینجا چی نوشته کرده؟ گفته تنظیمات میزبان. شما اگه این نامش یاد گرفتین خوب نه، ولی آیکون چه یاد بگیرید. اما علامه شده این کلی است و قفل است. قفل یا هر چی است روش کلیک کنید روی از بخش. اینجا براتون به انگلیسی خود زبان سیستمتون انگلیسی کرده بودین، خب به انگلیسی براتون نشون میده. هر زبانی بودین دیگه اونجا میاد براتون میتونید باز بذارین و ازش کار کنید. خب من اینم بسته کنم ببینم دیگه. اینم بسته کنم این هم صفحه بود. بعد خب این از این بود. این تنظیمات چی اومده الان؟
اینجا میبینید واضح، لازم هم نیست من بگم براتون. ببینید باز کردن، ما وقتی میگم ما باز گذاشتیم یعنی چی؟ میگه باز کردن یا اوپن به انگلیسی نوشته میشه. میگه هیچ کس لازم نیست، مثلا کس لازم نیست ما اجازه بدیم، اتومات میاد داخل میاد هر کی لینک داشته باشه. اگه من وارد اعتماد بزنم یعنی تا ما اجازه ندیم کسی نمیتونه وارد کلاس شونه. بعد از این طبق تایم میشه که ایره برابر نیم. بعد اینجا میتونیم مثلا گفته اجازه دادن به همیاران یا برای همرسانیش. اینجا اومده برنامه و گزینه‌های دیگه توضیح هم دادن زیرشون به فارسی و میتونید مطالعه کنید. گوشیتون هم داره، لازم نیست من زیاد بگردم. بعد اینجا ما اومده ببینید ویدیو، اینجا میتونید ویدیو رو ضبط کنید در گوگل میت، جلسه‌های خود. بعد اینجا روشن بودن میکروفون و مدیریت میزبان، اینجا میتونید رو روشن کنید و مثلا 2-3 نفر بیار مدیر استفاده کنید که جلسه شاگردایتون رو هدایت کنه. بعد اگه خواستین از ابزار جدید استفاده کنید میان روی 3 نقطه کلیک کنید، روی این کلیک کنید و یک مینو براتون باز میشه. اینترنت باید داشته باشین، ولی اینترنت داشته باشین نمیشه. الان اینترنت کم ضعیفه باز نمیشه. خلاصه میتونید از این ابزار استفاده کنید و خودتون باید دسترسی داشته باشین. خب درس ما فعلا امشب همین گوگل میت باشه. بعد چیزایی که واقعا لازم است بلد باشین در گوشی، همین ساختاری که گوگل میت گفتیم بیاییم مگه روی خود سیستم مایکروسافت هم همین ساختار است و رو ساختار خود گوشی هم کامپیوتر هم همین شکل است. مثلا اگه نمیخوایم قرار است باشه بیاییم اینجا بر تنظیمات کامپیوتری، مثلا بعضی یا اپلیکیشن های نصب کنیم، چیزایی که کنترل نت یا بخش امنیتی کامپیوترتون، بخش صدا و اینا رو هم امیدوارم بخش ویندوز خوندین همه‌تون بلدید و نیاز نیست که من اینجا براتون توضیح بدم. این بخش صدا خیلی مهم است و دیگه بلوتوث اینا رو هم کار کنید خودتون بهتره، چون درس مربوط اینا نمیشه با توی کامپیوترتون. ولی بعضی موضوعات که باید لازم است یاد بگیرین، مثل زبان و اکانت درست کردن و اینا و چیزایی که لازم است براتون من میگم. و زبان منطقه و تای منطقه هم بعض اپلیکیشن هایی که قرار است نصب کنید اینا رو هم میخوانیم. و این اکانتی است که برای خود ساخته ما تا کامپیوتر گوشی مختلف هست و دیگه درس ما با امید خدا به این شکل از اکانت درست کردن بعد میریم خوش. دیگه اگر سوالی دارین بپرسین. استاد بله بپرسین سوال داشتم. چون بی تایم اینترنت خیلی قطع وصل میشنه، بعضی حتی خود من اعمال چند بار صداشو اصلا نبشنیدم نه چه اینترنت مقطع شده بود. بی تزیات رنگ که دارن خیلی پیچیده بود، یعنی نصف جا اصلا نفهمیدم یا اینترنت قطع یا صدا نبود. میشه به شکل ویدیویی بفرستن یا یک گروهی درست کنن که ما تایم درسی رو با سوالا خو نگیریم، هر سوال دارین داخل این گروه بپرسیم. آره فکر کنم من ویدیوتون رو ضبط کردیم، کشنم ویدیوتون رو بارگذاری کنم هرچند ولی اگر خواستین ببینید، نخواستینم لازم نیست ببینید. و روش تدریس ما همین شکل است، با زبان ساده مرحله پیش میریم همه چیزه، ولی بعضی چیزا واقعا خواندنی هستن. من نمیخوام واقعا بیشتر زیاد تئوری بگم. بعد بعضی را خودتون مطالعه کنید و یا ویدیو براتون. بله ببخشید استاد، بله میشه همین موضوعات را به صورت پی دی اف ارائه بدین بهتر است. ولی ما درسته بعض موضوعات ارائه میدیم، ولی بعض موضوعات که مثل اپلیکیشن هاست که باید کار کنیم اونا رو خوب به این شکل کار کنیم. همزمان با پی دی اف بهتر است، هم عملی کار کنم پی دی اف ما دسترس داشته باشیم بهتر است. باشه درسته. بعد از من براتون یک سلاید درستم یا نشد می نویسم براتون و شما باید بنویسید یا ضبط نیستم. خلاصه مفهومی رو درسته، مفهومی رو کشیم به این شکل نوشته کنیم یک پی دی اف. زیاد مفهومی ما نمیخونیم ولی بعضی اصطلاحات در دسترستون قرار میدیم. بعض موضوعات هست که باید خودتون مطالعه کنید و
چیزایی که من گفتم مطالعه کنیم امیدوارم یادداشت کرده باشیم و مطالعه کنیم تا جلسه بعدی تانم به امیدوار خدای بزرگ فردا شب است. فردا شب ما هر روز استاد می‌رسیم. فقط من خواستم امیره بر ما بگویم که ما در یک هفته چند بار درس می‌خونیم و یکی از دوستا خواهش می‌کنم مخصوصا مزاحمت نکنن دیگه، وقتم ضایع میشه. حالا شاید امروز امشب شب اول باشه ولی شبای بعدی همه قسم می‌ذارن نامنظم میباشن دیگه تو نباشن. خب الان درست آره دقیقاً. و همچنان می‌خوایم که گوشی‌هایتون میخوام مدلای گوشیتون میخوام. الان 2 نماینده صنف نیاز دارم. 2 نماینده کلاس لازم داریم و کسایی که واقعا نماینده باید باشه، یعنی بعضی قرارشون به گروه بندی تقسیم شدید، بعضی فعالیت گروهی انجام بدین، بعد موضوعات تحقیق کنید و ارائه بدین داخل کلاس که در طول هفته اون خودتون. مثلا ما در هفته 3 جلسه ما خودم تدریس کنم یا 2 جلسه و حدود چند جلسه دیگه 3 جلسه دیگه یا 2 جلسه دیگه شما ارائه میدین و درباره یک موضوع تحقیق کنید و ارائه میدین. اینترنت هست پر عالم و چیزای تئوری را زیاد دربارش تحقیق کنید، یعنی چیزایی که مفهومی باید بدونید و اینا رو هم در گروه نماینده ها منظم کنه. درسته؟ و این دوره کاربردی است، یعنی دوری است که به دردتون میخوره و همزمان هم گوشی و کامپیوتر رو کار کنید، یعنی تنها کامپیوتر نیست، همزمان هر دو رو کار کنید. گوشی اندروید همه ایتون دارین ندارین؟ خود درست اندروید یا آیفون هر چی بود همشون رو کار مونیم. و خب الان میخوایم که کلاس بگم. کلاستون آخر یک تا هرچند خوب کاغذ به دردم نمیخوره ولی یک تا سرتیفیکت دارین از دوریتون و اونم به کسایی داده میشه که نمرهشان بالای 70 باشه. زیر 70 سرتیفیکت داده نمیشه و متاسفانه و زیر 65 سرتیفیکت داده نمیشه و کسایی که بالای 65 باشه داده میشه. و همچنان یک نکته براتون بگم که سرتیفیکت فقط به کسایی داده میشه که امتحان تئوری را نه بلکه در عمل بلد باشه. ما اینجا قرار نیست که شما همه تئوری را بلد باشید، ما میخوایم در عمل کار بلد باشید. مثلا یک امتحان احتمال داره از بخش ایمیل زدن براتون یا از بخش یک سری ابزاراست کار کردن با اونا رو باید بلد باشین و مثلا 2-3 مدیر میاد ازتون امتحان میگیره و شما اسکرینتون شیر نید، گوشی داشتین یا کامپیوتر داشتین کار مونید و مرحله پیش میرید، اون اونجا براتون نمره میده، یعنی نمره امتحان. یک امتحان خوب تئوری است، یک فرم است، خودتون پر نید ولی عملی داره. و همزمان داخل که موضوعات کار میشه و براتون ساختاری بعضی چیزای روش برنامه‌نویسی هم معرفی میشه. روش براتون ما تدریس نمونیم، روش ساختار براتون معرفی می‌کنیم، شما میتونید خودتون پیش برید. مثلا چطور برنامه‌نویسی کنیم با کامپیوتر و چطور مدیریت کنیم و برنامه‌نویسی چیست، اینا هم گفته میشه به این شکل. و طبق سرفصل پیش میریم دیگه. اول کسته از اکانت شروع میشه، هم از اینترنت، بعد این شکل پیش میریم دیگه. اگر سوال دارین خود سوالاتون رو بپرسین. و یک نکته خیلی مهم است که باید در کلاس حاضر باشید. کلاس به صورت حداقل در 2 جلسه باید در هفته شرکت کنید، مثلا کلاس خودم و در ایران باید شرکت داشته باشین و حضور فعال هم لازم است و کسایی که ازشان سوال میشه و نظر خود بگین. اینجا نظر گفتن همه باز است، اشکال نداره، اشتباه بود غلط بود چون هیچ کس بلد نیست. من خودم بلد نیستم، یک اصلا میشه گفت الان هیچ کدام ما بلد نیستیم. دنیای قدر وسیع است که ما نمیتونیم همه چیز بلد باشیم. شاید یک حوزه خوردی بخش بلد باشیم. الان اگر من مثلا بخش دیجیتال و کامپیوتر میخونم ولی من در حوزه‌های دیگه بلد نیستم، پس همین شکل است ما هیچ کدام ما بلد نیستیم. پس کوشش کنیم که همیشه بیاموزیم. دنیا خیلی با سرعت بالا پیش میره، کوشش کنیم حداقل همین مهارت ابتدایی دیجیتال که همه ما بلد باشیم
و همزمان به همدیگر هم یاد بدیم. خود دیگه گفتنی من ندارم و دیگه چیزی نمانده. و شما اگه سوال دارین سوالتون رو بپرسین. بعد از او یک چند نماینده که میخواه همکاری کنه آخر بمانه و اونهایی که نمیخواه میتونه از کلاس رخصت کنه، به شرطی که سر نوبت اسم و فامیلیتون رو بگین بیرین فقط از کلاس. بله استاد ببخشید میشه در مورد داشتم حرف می‌زدم میشه در مورد اکانت مایکروسافت و لینکدین توی ایران توضیح بدین؟ چون من هر کاری کردم نتونستم از ایران این اکانتش درست کنم، با اینکه میدونم کار ساده ولی نمیدونم چرا همش منظور قادر به ایجاد اکانت شما نیستیم و از اینجور چیز. شما باید از VPN استفاده کنید. بله من VPN دارم، 2 تا VPN هم دارم ولی بازم نصبش نمیکنه به هیچ وجه، نمیدونم چی کار کنم. مراحلش هم درست میگیرم. کامپیوتر یا گوشی؟ هم کامپیوتر هم گوشی، هر دوش انجام دادم نشد. زبان منطقه خود را تغییر بدین، زبان سیستم خود منطقه را. از کدوم قسمت تغییرش بدم؟ مثلا کامپیوترتون اگه ویندوز است میای بخش تنظیمات کنترل پنل، یه چیزی هم هست ویندوزی که توی لپتاپ من هست نه اونو میبخشین بعدا آره اونو براتون روش روان میبخشین روش براتون روانه دیگه. از سوالتون رو بپرسین و اسم فامیلیتون رو بگین از کلاس خارج شون در صورتی که نماینده نمیخواین نمایندگی کنید. خب بفرمایید ادامهش بگین با سرعت. بله صدا ما دارید؟ بله استاد صدا شما هست. میبخشین استاد ما دیرتر در گروه جوین شده بودیم و سرفصل ها را نداریم، میشه دوباره بفرستین یک بار دیگه؟ باشه میفرستم حتما در گروه. استاد این درس که خلاص میشه؟ گفتم فقط سر نوبت اسم و فامیلیتون رو بگین و از کلاس خارج شونید. سر نوبت فقط صبر کن یک تایتون بگین. نظم خیلی مهم است. استاد ما چند پیشنهاد داشتم اگر شنیده شونه. استاد من میخواستم بگم که تایم ما مشخص شونه که در کدام تایم ما حاضر شونیم و در کدام تایم باید ما ختم بکنیم، دقیقاً وقت ازی مشخص شونه و دیگر موضوعات یا مهارت‌هایی که قرار است به اینج ما بخوانیم شما ما به شکل فهرستوار با لیست بکنین به ترتیب ما آمادگی بگیریم یا شما مثلا برای ما بگوین این موضوعات هست و دیگر در مقررات و نظم صنف هست. چون ما زمانی که سوال میکنیم کسایی که میخواد که گپ بزنه کلگی اینجا صدا میزنه، شما باید استاد اسم شاگردا رو بگیرین که کدام شاگرد قرار است حرف بزنه. این قسم بنابرای میشه که کلگی خلاص هم گپ خوره برسنه و شما هم بسیار به خوبی بتونید که گپ ها رو بشنوید. اینی استاد پیشنهاد از ما بود که امیدوارم که هم صنفا مراعات بکنه. دقیقاً بله می روش انجام میدیم و پیشنهادتون خوب است. دقیقاً ما سرفصل گذاشتیم ولی بازم سرفصل واضح براتون روانم قرار است چه اپلیکیشن ها رو بخونیم، سرفصل دوباره هم ریپورت براتون و که خودتون میتونید مطالعه کنید دربارش. استاد یک نظریه میدم. استاد گفته ما بسیار 45 نفر هستیم، میشه دور تقسیم کنیم بر هر کدام ما نوبت برسه؟ نوبتی چی برسه؟ یعنی هر درسی که شما میدین بر بعض ما نمیرسه نوبت. آها نوبتی نه درس میرسه و همه تون میتونید بشنوید، ویدیو هم ضبط شده. نوبت سوال نمیرسه منظورت این است؟ نوبت سوال نه. من سوالاتون یک فرمه درست کنم، فرمه رو میسارم بعد هر جلسه شما میتونید سوالاتون در فرمه بپرسین و ما باز در کلاس میایم سوالاتون رو میخوانم و جواب میدیم. قبل هر کلاس بعد سوالاتون جواب میدیم. استاد تایم کلاس ما چند است؟ از دفترین بسیار نوخت نیست؟ ببین تایم کلاستون سر ساعت 6 برگزار میشه یا 6 و نیم؟ 6 یا 6 نه 6 نه چی بگم 6 خوب است یا نه 6 خوب است؟ شام شد افغانستان نشده؟ استاد نه خیر همین تایم صحیح است.
خب همین ساعت 7 کلاس ساعت 7 برگزار میشه تا ساعت 8 و نیمه. نه خیر همی 7 و نیم درست است، ما صرف داریم قبل از این نمیتونیم جوین شویم. خب 1 ساعت برگزار میشه بعد از این، اما 7 فیکس. خب است فقط اسمتون در چت باکس بگین و برین از کلاس. اما 7 درست است باشه. درسته. اسمتون در چت باکس بنویسین. استاد همین اپلیکیشنی که ما باید دانلود بکنیم چه است که باید در او کار شود؟ چه اپلیکیشن قرار است دانلود کنید و براتون گفتمش چیزایی که لازم است. مثلا همین درسایی که امروز کار شد باید در کدام اپلیکیشن مثلا کار شود، مثل وی اس کد هم امکان داره که کار شود مثلا اینطوری درسای امروزی. درس امروزیتون فقط چیزی بود که معرفی کار کردن با ابزار است، نه که ما قرار است ابزار بسازیم. ما قرار است روش کار کردن با ابزار یاد بگیریم. یعنی بیسکود هم معرفی میشه و تا حدی روش کار کردن بریش، نه روش کد نوشتن. روش کد نوشتن هم گاهی بعض برنامه براتون معرفی میشه ولی نه ما اینجا کد نمی‌نویسیم، ما بلکه روش کار کردن. یعنی قرار شما آیتی چیزی که شما قرار است چطور از ابزارهای دیجیتال استفاده کنید، روش استفاده کردن چی یاد میگیریم اینجا. قرار است موضوع کار. خب استاد فعلا نیاز برای دانلود کدام اپلیکیشنی نیست. فعلا نه دیگه. فعلا شما امروز چی را خوندین؟ گوگل میت خوندین و روش استفادهش و اکثر سوالا همین. و درباره سخت افزار اینا گفتم حاضری را اسم نام فامیلیتون رو بنویسین و از کلاس خارج شونید همین در چت باکس. سلام استاد، ببخشین من میخواستم بپرسم که ما و خواهرم مردو به دایسین ثبت نام کردیم ولی ما یک موبایل داریم، از یک موبایل استفاده میکنیم. مشکلی نداره؟ نه مشکلی نداره، اصلا مشکلی نیست.